اگر میخوای که ضربات پیشروی پاد یا همون کیتو در کانگ-فو راحت به سر حریف برسه، این سه تمرین رو از دست نده. تمرین اول standing leg raise. توی حالت ایستاده قرار میگیرید، پاها به اندازه عرضشون از هم باز، دست‌ها رو میارید به کمر، عضلات شکم منقبض، دید روبرو. سعی میکنید پا رو تا جای ممکن بیارید بالا و یه مقدار مکس کنید و برش گردونید سر جای اولش. تمرین بعدی اکتیو فرانت اسپلیت لیفت. از یه سکو استفاده کن، پاتو بذار روی سکو، کمر کاملا عمود بر سطح زمین، هر دو زانو هم تقریبا صاف است. حالا بدون کمک گرفتن از دست‌ها پا رو یه مقدار بیار به بالا، یه مقدار مکس کن و برگردونش سر جاش. تمرین بعدی resistance bend front kick. از یک کش استفاده میکنید، میتونید به پای خودتون این رو ببندید یا به یک ستون این رو ببندید و فقط روی یک پا تمرین کنید. حالا میید رو حالت گارد، تکنیک رو خیلی کنترل شده و البته نه با شتاب انجامش میدید. این سه تمرین رو به مدت 30 روز انجام بده و نتیجهش رو برام کامنت کن. این ویدیو رو هم ذخیره کن که تمرین ها یادت نره و قسمت بعدی رو هم از دست نده.